هذا سلام خدمتشون خدمت رفیقا گلمان باشا. بعضیا فکر میکنن مثلا کسی به یک جا مرسه رفیقش حتی همون دشمنش مثلا دلخور میره و تو به جای رسیدی درست هم علی خواست رفتی فلان رفتی به مولا قسم اینجوری نیست داشت دور زمونه یک جوری رفته دشمنت مخاطب خاص با توی ما قشنگ شخص و هم خود خفیستون دشمنت خوشحال میره چون دور زمونه خرابه. همه مردم میدونن بابا این دوره طرف از زیر سنگ هیچی از زیر شاب سنگ نون در میره. پسر خاله اصلا توی کلکایی نباش که ها به کوری چشم حسود ما ایشالله مقام شل کنم صرف کنم ایشالله که تو یک دنک بشه 1000 تا 1000 تا بشه 10,000 تا به مولا همه خوشحال میشن از مایی که دوستتون بگیر برارتون بگیر تا دشمنات همه خوشحال میشن. داداشا با خدا با کینه زندگی نکنه با نفرت زندگی نکنه. شما که به چاه خوب خدا این گمنامیش بمانه فقط میگم به چاه خوب خدا از شما باید گفتار قشنگی در بره نه که یک جای جور صحبت میکنی طرف بعدش میازی صحبت کردن. اینا خلاصه میخواد توی پیام بدم با خدا همه خوشحال میشن تو از بهترین نیاش بشی از موفق ترین آدمای روی زمین میشه همه خوشحال میشن. اما علی جان بده بره شیش